نمیخواستم عشقمو از تو بگیرم، نمیخواستم تو بمیری تا بمیرم، نمیخواستم شیر میخواستم، ماست میخواستم، مگه تو سوپری داری کالباس میخواست. آقای چی سوسیس کالباس دادا؟ آیا جیو از کنم خودتون معرفی کنید و بفرمایید که بردن سکرفانی بزرگ برید بسیمان دیویرس کامپیوتر بیسیک انلاس و میستر هاچیلو انرپل سرپاک Tomorrow Station Airport, this is a bad, she's a girl. Everybody sometimes knows that we're wrong, but yes, of course. Never mind, this is the monster piece you got. You can't find it. Yes, of course. Tomorrow Station Airport, this is a bad, she's a girl. Everybody sometimes knows that we're wrong, but yes, of course. This is mental conference for police station board, and let's take up right here. Remember one of the I know. روزها همه به برنامه آقای حاجیلو نگاه میکنن. شما چطور؟ من یه صحبتی از سریال جموم کردم آقای حاجیلو. 2 تا شخصیت بازیگر در سریال جموم همیشه برای من جای تعجب رو باقی گذاشته بودم. یکی استاد موپالمو بود، رئیس موپالمو. یکی هم پدر شوهر سوسانو. فکر کن مثلا پدر شوهر سوسانو در بازش همیشه منفی بود. در بدترین بهترین شرایط اینا جنگ و پیروز شده بودن تا میرسید پیش سوسانو. الان شما خوشحال. حالا اون موپالمو شمشیر فولادی ساخته عوض این که بیاد خوشحال باشه. همین که جموم رو میدید اشکش دم مشکش بود. فکر کن این جموم من موپالمو هم مالی پیچود آلی شنم من شمشیر فولادی از محسن چاوشی. گلو پسو بازم شما میخواهم ازم خواهم ندارم یا بودسو یا بودسو ندارم چشم مشت ساده میبازم جبسی شیلو بردار تصور یه نفس آمان کنه این نفسای مادره دلم داره جون میگنه همش دارم فکر میکنم دست یکی تو دست دارم میگیرم میکنم فکر میکنم حقیقته. متشکرم آقا. میگن دیگه وقت نیست. از خودتون میپرسم اگر شما عزیزان از اجرای من خسته شدید که میگن نه، ببین 3 نفر که میگن نخیر میگن بی برو بیرون. انصافا خسته شدید؟ بالاخره ماهواره خریدم. خانمش گفت تو پولت کجا بود؟ آس و پاس بیکار. گفت تلویزیون رو فروختن. آقای حاجیلو شما خواهش میکنم اون خاطره صف شیر رو واسه دوستان. آقای حاجیلو به علتی که انسان از طبقه مستضعف جامعه هستن همیشه در صف شیر رایانه‌ای هستن. یارانه‌ای ببخشید. بعد یه روز اتفاقی براشون صف شیر افتاده. من خواهش میکنم چیه میخندید عزیزان؟ فکر کردید که ماها لابد خیلی وضعمون خوبه؟ ما مثل شما عادی زندگی میکنیم. هر شب که با حالی پلو با گوش نیست. ماهی 1 بار اتفاق میفته اونم جایی دعوتی. آقای حاجیلو خواهش میکنم صف شیر رو یادم میاد رفته بود
یه خانمی شیر بگیره، شیرم سختی بوده، یه خانم تو صف واسه هولش میدم میخوره زمین، یه مأموری میاد میگه خانم دفترچه شما چیه؟ گفت چک برگ ماشین چیه؟ گفت 60 برگ سیمی. گفت از کجا سیمی کردیم؟ این نزدیک تجریش یه رستورانی از فرانکفورت رو بود پمپ بنزین. گفت من پسرمون فرانکفورت بوده، یه BMW دانشجویی خریده بود. گفت نمیفروشی. گفت نه توی خیمون فرود ممنوع اومده، افسر این جریمه‌اش میگیره. میگه جناب سلامت خودم قبولم که مقصرم. گفت همین قضیه که قبول کردی 40% به تخفیف میدی. گفت زن بچه‌م میتونه از این تخفیف استفاده کنه. گفت نه یه شرکت یاتا 35% تخفیف میده. گفت یاتا یعنی چی؟ گفت بزنم ترکیه یعنی بخواب. وای می‌خواستم بخوابم اونجا نمی‌مونم. دکتر میگه عملیه. گفت دکتر چه حرفی کنم از اون خود عملش گچ بدید. Sound face camera and rain runs Mr. Ajilu and Scum and Green Ajilu as Kuala Lumpur اون که یه وقتی تنها منامه دل بی کسم